واقعا هم روزی 11 مارس روزی نه تنها مطبوعات تاجیک بلکه تمام ژورنالیست تاجیک است. این روزی است که با تنتنه هر سال قید کرده می شود و امسال نیز در تئاتر اپرا بالت با تصمیمی با تشکیلی وزارت فرهنگ جمهوری کردستان در یک سطح بسیار بلند با ترتیب زیبا و خوشرو تجلیل کرده شد. هم موسیقی در جای خودش، هم مکافات سپاری ها در جای خودش، هم تبریکات بسیار در سطح عالی تشکیل کردن این روزی مطبوعات را که من از ایشان سپاسگزارم. خب باید بیان که همین پیشنهاد روزی مطبوعات از طرف مرحوم پیوند گلمراد شده بود و همین پیشنهاد این کس گذشت و مسئله همون روزی شماره اولین بخارای شریف برآمد. همون روز را انتخاب کردند و اینک زیاده از 113 سال شد که روزی مطبوعات جشن گرفته می شود. سلامت باشید. زیرا که برای مردم قلمکش بسیار هم جشن سعید است. من زیاده از 30 سال اگر انیقتر گم 35 سال باز این روز را جشن میگیرم. البته یار و دوستان را تبریک میکنم، با یار و دوستان همدیگر را شاد باشی میگیم و فکر میکنم که مطبوعات که خود آینه جامعه است، تجلیل این جشن برای هر شخص قلمکش یک روح و اقبال تازه میدهد. مطبوعات ما هم در طول فعالیت خویش پیروهای زیادی را پشت سر کرده است و خدا را شکر که ما ژورنالیست های بسیار هم خوب ورزیده و بسیار هم کاردان داریم که خب هر سال تقدیر میشن. خب در آخر من تمام همکاران خب ژورنالیستان را، سابقه داران ژورنالیست را به مناسبت روز مطبوعات تاجیک صمیمانه شادباش میگم و برایشان قلم تیز تمنا دارم.